شیخ هنگامی که 24 سال یا اندکی کمتر داشت، توانست اسباب خروج دین حق را با اقدام به غزو کفار چرکیس دنبال کند. از این لشکرکشی غنایم بسیار و تعداد زیادی اسیر به اردبیل آورد. 4 سال بعد با تجهیزات کاملتر در همان نواحی دست به یک لشکرکشی دیگر زد که آوازه شجاعت او را در بین مسلمین آن نواحی همه جا نشر کرد و بر تعداد مریدان و سپاهیانش هم افزود. لشکرکشی دیگرش حمله انتقام جویانه به ولایت شروان بود که از آغاز همواره طالب فرصتی برای دست زدن به آن بود، چرا که از آغاز کار همواره مترصد بود تا انتقام خون پدر را از فرخ یسار شیروانشاه باز ستاند. فرخ یسار که پدرزن یعقوب آقویندو بود، برای دفع این حمله از او یاری خواست. یعقوب هم که برادرزن شیخ حیدر و پسردایی او بود، چون فتوحات و غزوات شیخ زاده را با نظر ترس و دلنگرانی می‌دید، برخلاف آنچه شیخ زاده انتظار داشت، ضد او برای کمک به شیروانشاه لشکر فرستاد. در کشمکش هایی که بین دو طرف روی داد، شماخی به دست قزلباش عرصه غارت گشت و قلعه گلستان که بعدها محل انعقاد عهدنامه شوم بین قاجار و سپاه روس گشت نیز به دست آنها افتاد. در این ایام فرخ یسار که به آنجا پناه برده بود محاصره شد. اما در یک نبرد سرنوشت ساز که بین سپاه قزلباش با قوای متحد شیروانشاه و آقویندو رخ داد، شیخ حیدر کشته شد. سر بریده او را فرمانده قوای یعقوب بیک به تبریز آورد و به امر شاه در شهر به دار آویخت. فرزندان خردسال او به نام سلطان علی، ابراهیم میرزا و اسماعیل میرزا هم با مادرشان که خواهر یعقوب بیک بود، به امر او به قلعه استخر فارس تبعید شدند که برای مدتی طولانی در آنجا ماندند. آنها چندین سال بعد توسط غلامان ترکشان به شهر لاهیجان منتقل شدند. در این بین اطلاع درستی از ابراهیم که برادر بزرگتر بود در دست نیست. در جنگی که به تبرسران معروفه، نیروهای شیخ حیدر با نیروهای آقویونلو به رهبری یعقوب بیک برخورد کردند. نبرد در نزدیکی شهر شماخی در شیروان رخ داد. در این جنگ شیخ حیدر شکست خورد و کشته شد. جسد او به دستور یعقوب بیک آقویونلو به تبریز منتقل شد و بعد در مشکین شهر دفن شد. بعد از کشته شدن شیخ حیدر و شکست او، در واقع به خاطر احساس خطری که یعقوب آقویونلو داشت، تلاش کرد تشکیلات قزلباشان رو سرکوب و پراکنده کنه. خانواده شیخ حیدر هم همگی به اسارت رفتند و تحت نظر بودند. یعقوب آقویونلو برخلاف اوزون حسن از قدرتی که صفویان پیدا کرده بودند نگران بود. به همین خاطر سیاست سرکوب و پراکنده کردن اونها رو در پیش گرفت و بعد از مدتی
دیگه چنین خطری رو احساس نمی کرد. در این میان سران و غلامان سابق صفویه که پراکنده شده بودند در آرزوی به دست آوردن موقعیت از دست رفتهشون تلاش کردند تنها پسر باقی مونده شیخ حیدر رو که اسماعیل بود تحت حفاظت و حمایت نگه دارند تا با بزرگ شدن او به دورش جمع بشن و جلال و شکوه از دست رفته رو تجدید کنند و زندگیشون سر و سامونی بگیره. و این هم آرامگاه شیخ حیدر که برای او ساخته شده. اسماعیل در کودکی تحت تعلیم آخوندی به نام ملا لاهیجی قرار داشت و او فرهنگ ارتجاعی آخوندی را به او آموزش داد و اسماعیل را هم به خونخواهی پدرش برمی‌انگیخت. غلامان ترک که برخلاف زمان شیخ حیدر و شیخ جنید از افسران و سرکردگان سپاه صفویه بودند، پراکنده میزیستند. به امید تجدید دودمان صفوی همه امیدشان به اسماعیل بود که وقتی بزرگ شد جای جد و پدرش را بگیرد و آنان هم چون گذشته بر مناصب فرماندهی سپاه صفوی حکم برانند. غلامان و صاحب منصبان مغلوب صفوی همه در انتظار بودند و گاهی به رسم زیارت به دیدن اسماعیل که هنوز نوجوان نشده بود می رفتند و بودن اسماعیل در لاهیجان سری بود که آنها پنهان می داشتند تا اینکه اسماعیل 12 ساله شد. در این زمان او را به اردبیل آوردند و همه غلامان و شیفتگان صفویه او را در میان گرفته و حمایت کردند. از زمان سقوط ایران به دست مسلمانان در سده 7 میلادی تا سده 16 میلادی اکثریت ایرانیان سنی بودند. بیشتر سنی‌های ایران از نوع حنفی و شافعی بودند که صفویان خود نیز شافعی مذهب بودند. تا پایان سده 15 میلادی اکثر علمای سنی از سایر سرزمین‌های اسلامی برای تحصیل اسلام به ایران می آمدند، زیرا در سایر بخش‌های جهان اسلام به اندازه ایران مدارس اسلامی وجود نداشت. تا پیش از ظهور صفویان، شیعیان در ایران یکی از اقلیت‌های اسلامی به شمار می آمدند. قبل از حمله مغول در بیشتر حکومت‌ها آنها نسبتاً تحت فشار بودند. بعد از حمله مغول فضای بازتری برای شیعیان و ترویج تشیع به وجود آمد. به ویژه در زمان اولجایت و محمد خدابنده. علمای شیعه در شکل‌گیری سیاست‌های مذهبی صفویه در اوایل مشارکت نداشتند. شهرهایی که شیعه در آن رواج داشت انگشت شمار بودند، از آن جمله شهر قم و کاشان و تعدادی در گیلان و در سبزوار. شیعیان از نظر اعتقادی یک دست نبودند و بیشتر زیدیه و یا اسماعیلیه بودند. در فتح تبریز به دست اسماعیل در میان سران قزلباش حتی یک کتاب در مورد شیعه 12 امامی وجود نداشت. یک کتاب